درس 22 درباره اینه که خب من اگر شهروند یک جایی باشم چه در واقع حقوق و تکالیفی دارم. ببین شهروندی نشون دهنده رابطه متقابله، یعنی من یه ارتباطی رو باید داشته باشم با مسئولین یه جایی که در واقع زندگی میکنن، یه سری چیزا رو اونا باید برای من فراهم کنن، یه سری مسائل هم هست که من باید بهشون پایبند باشم. خب مثلا در رابطه با مردم حکومت شهروندان حق دارن که بهشون احترام گذاشته شه، حق دارن که حالا مثلا آموزش مناسب داشته باشن، عدالت داشته باشن، تامین اجتماعی داشته باشن، در مقابلش وظیفه دارن که به قانون عمل کنن، مالیات بپردازن. پس یه رابطه دو طرف است. حالا اگه بخوایم راجع به حقوق شهروندی حرف بزنیم، خب ما حق داریم که عدالت قانونی داشته باشیم، یعنی بین شهروندان تبعیض ایجاد نشه، عدالت قضایی داشته باشیم، هر کسی بتونه برای خودش وکیل انتخاب بکنه، رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم، مثلا وقتی که حالا از کار افتاده میشیم، سالمند میشیم، مشکلی برامون پیش میاد، حق مشارکت سیاسی داشته باشیم، یعنی که من بتونم در سرنوشت کشورم نقش داشته باشم، که حالا این نقش داشتن یه وقتایی مستقیم، یعنی ما مستقیم توی انتخابات شرکت می‌کنیم مثلا نماینده‌های مجلسی، وقتی غیر مستقیمه مثلا ما وزیرا رو خودمون مستقیم انتخاب نمی‌کنیم، ولی چون رأی دادیم به نماینده انتخاب کردیم اون داره انتخابش می‌کنه. حقوق فرهنگی داریم که مثلا بتونیم تشکیل خانواده بدیم، تعلیم و تربیت داشته باشیم، زبانمون حفظ شه. از طرفی نکته دیگه ای که هستش اینه که بچه‌ها ما نمیتونیم برای اینکه به حق خودمون حالا برسیم، حق خودمون رو به دست بیاریم، حق بقیه رو پایمال کنیم، حق بقیه رو ضایع کنیم. مثلا ما نمیتونیم، همه حق دارن که هر شغلی مثلا حالا داشته باشن، اما تو نمیتونی چون این حقو داری به حیات خونت رو بکنی دامداری مثلا. پس یه سری چیزا هستش که توی زندگی اجتماعی در ارتباط با بقیه شکل میگیره. حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما باید قانون مقررات رو رعایت بکنیم، باید با دولت همکاری بکنیم، مشارکت بکنیم، مالیات و عوارضی که از ما میخواد رو پرداخت بکنیم و اقتدار کشور رو تقویت بکنیم. حالا این اقتدار کشور شاید بگیم که درسته که حالا مثلا علاوه بر اینکه وظیفه عمومی مردمه، وظیفه نیروی انتظامی و نظامی و ایناست، اما خب درسته در مواقعی هم لازمه که ما تقویت و اقتدار کشورمون رو حفظ بکنیم، یعنی باید از داخل هم جوشیده بشه. و نکته بعدی هم راجع به امر معروف و نهی از منکر که یه وظیفه‌ای هستش که در واقع همگانیه، یعنی همه باید نسبت به هم دیگه اون رو رعایت بکنن.